جامعه سالم، اثری از اریک فروم. این نوع رابطه کارگر با کارش فراورده تمام سازمان‌های اجتماعی است که خود کارگر نیز جزئی از آن است. چون به کار گرفته شده لذا عامل فعالی نیست. مسئولیتی ندارد جز این که قسمت کوچکی از کار را به درستی انجام دهد و علاقه و هدفی جز آوردن مبلغی پول به خانه جهت گذران معاش خود و خانواده‌اش ندارد. توقع دیگری از او نیست. او جزئی از وسیله و تجهیزاتی است که سرمایه اجیر کرده است و نقش و وظیفه‌اش بر مبنای جزئیاتی از تجهیزات بودن تعیین می‌گردد. در چند دهه اخیر توجه فزاینده‌ای به روانشناسی کارگر، طرز تلقی او از کار و به شکل انسانی صنعت شده است. ولی نکته در این است که انسان بیشتر عمر خود را بر سر کار می‌گذارند. بنابراین آنچه باید مورد بحث و توجه قرار گیرد شکل صنعتی انسان است، نه شکل انسانی صنعت. بیشتر پژوهش‌های روانشناسی صنعتی متوجه تلاش برای افزایش بهره‌دهی کارگر است. روانشناسی خود را در خدمت مهندسی انسانی گذاشته است. یعنی کارگر و کارمند را ماشینی به حساب می آورند که هرچه بهتر روغن کاری شود بهتر کار می کند. تیلور در ابتدا به سازمانی بهتر به منظور استفاده تکنیکی از نیروهای بدنی کارگر توجه داشت. علاقه بیشتر روانشناسان صنعتی به کاربرد صحیح وضع روانی کارگر است. چگونگی را میتوان با این فرمول مجسم کرد. اگر کارگر خوشنود باشد بهتر کار میکند. پس کوشش کنیم تا او را خوشنود و ایمن سازیم، به شرط آنکه او هم بیشتر کار کند و ایجاد اختلاف نکند. به نام روابط انسانی با کارگر طوری رفتار می شود که کاملاً در خور یک انسان از خود بیگانه است. حتی خوشنودی و ارزش‌های انسانی در جهت و به سود روابط بهتر با جامعه هدایت می شود. مثلا طبق نوشته مجله تایم، یک روانکاو مشهور آمریکایی به 1500 کارگر و کارمند سوپرمارکت گفته بود: اگر ما خوشنود باشیم رضایت مشتریان بیشتر خواهد شد و اگر تعدادی از اصول کلی روابط انسانی و ارزش‌ها را به کار ببندیم سبب افزایش درآمد دستگاه مدیریت می شود. بیگانگی و خصوصیت نامطلوب عمیق کار منجر به دو واکنش می شود. اول تنبلی کامل و دوم خصومت ریشه‌دار به کار و هر کس و هر چیزی که با آن بستگی دارد. در شناخت میل وافر و گسترده به تنبلی و بیکارگی مشکل نیست. آگهی‌های ما به آن بیشتر از سکس متوسل می‌شوند. البته وسایل مفید و آسان کننده کار زیاد است، ولی این ویژگی‌ها در راه ایجاد تنبلی به کار گرفته می‌شوند. مثلا روی بسته خوراکی می‌نویسند آسان‌تر برای خوردن. یک توستر برقی را با این عبارات تبلیغ کرده بودند: ممتازترین توستر در جهان. ما در این توستر جدید هر کاری را برای شما انجام داده ایم. حتی لازم نیست که نان را خودتان در آن بگذارید. دستگاه خود آن را از دست شما میگیرد. و در آگهی‌های تبلیغاتی برای دوره‌های زبان یا سایر موضوعات به این قبیل شعارها برمیخوریم: آموزش بی زحمت، دیگر از جان کندن‌های سابق خبری نیست. همه با آگهی و تبلیغ مصور بیمه عمر آشنا هستند. عکس زوج 60 ساله بازنشسته را نشان می‌دهند که در کمال خوشی زندگی خود را می‌گذرانند و کاری به جز مسافرت ندارند. رادیو و تلویزیون نشانه دیگری از این تمایل به تنبلی را نشان می‌دهد. با فشار دکمه‌ای می‌توانیم موزیک، سخنرانی، انواع ورزش‌ها و کلیه پیشامدهای جهان را بشنویم یا ببینیم. اتومبیل هم از این مزیت بی بهره نمانده است.
با فشار دکمه‌ای یک ماشین نیرومند به حرکت در می‌آید. با کمترین کوشش و مهارت راننده خود را حاکم بر جاده‌ها می‌بیند. واکنش عمیق‌تر و جدی‌تری در مقابل بیزاری از کار و تهی بودن آن، دشمنی با کار است که کمتر از تنبلی و سستی آگاهانه است. چه بسا کسبه که خود را زندانی شغل و کالای خود می‌دانند. حس می‌کنند که تولیدات آنان با فریب و نیرنگ همراه است. از مشتری که آنان را ناچار از تظاهر و چاپلوسی به منظور فروش کالا می‌کنند بیزارند. از رقبای خود متنفرند، زیرا تهدیدی برای آنان میباشند. از زیردست و بالادست خود متنفرند، زیرا در رقابت دائم با آنها هستند. مهمتر این که از خود نیز بیزارند، زیرا میبینند که چگونه زندگیشان میگذرد و اثر و نتیجه‌ای جز مستی ناشی از موفقیت در کسب پول به جا نمیگذارد. البته این تنفر و بیزاری از خویشتن، از دیگران و از تولیدات ناخودآگاه است و اگرچه گاهی شخص متوجه این نوع افکار و احساس خود می شود، ولی فوراً به منظور خلاصی از مزاحمت فکری آن را فراموش می کند. شش. دموکراسی. اصطلاح تمایل رای دهنده در دموکراسی جدید نیز مانند کار اصطلاحی بیگانه شده است. اصل دموکراسی بر این است که نه یک شخص و یا گروه کوچک، بلکه تمام مردم در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند و در موارد مربوط به مسائل عمومی خود تصمیم بگیرند. مردم با انتخاب نمایندگان شرکت عملی خود را در امور جامعه نشان می‌دهند. با اصل تفکیک قوا یک سیستم ساده و روشنی ایجاد گردید که توانست استقلال و شأن دستگاه قضایی را حفظ کند و موازنه بین دستگاه‌های مقننه و اجرایی را تأمین نماید. کمال مطلوب در این است که هر شهروند به طور مساوی در تصمیم گیری‌ها مسئول باشد. در عمل سیستم دموکراسی با تعارض مهمی مواجه شد. طبقه ممتاز که از تفوق و درآمد برخوردار بودند، نمی‌خواستند مزایای خود را از دست بدهند. از طرفی اگر اکثریت مفهوم حقیقی خود را داشت، می‌توانست به آسانی دست آن طبقه را از نعمت‌هایی که داشتند کوتاه کند. به منظور پرهیز از این خطر، طبقات مختلفی از حق رأی دادن محروم شدند. مدت زیادی طول کشید تا حق رأی بدون محدودیت برای هر فرد قبول شد. در قرن 19 تصور می شد که حق انتخاب برای عموم راه حل مسائل دموکراسی است. اوکونور، یکی از رهبران مسیحی، در سال 1838 گفت: حق رأی برای عموم شک، بدگمانی و مراقب هم بودن را به عشق برادرانه و سود متقابل و اعتماد عمومی مبدل خواهد ساخت. و در سال 1842 چنین گفت: 6 ماه پس از تصویب قانون انتخابات، هر زن و هر مرد و هر کودک دارای خوراک خوب، لباس خوب و مسکن خوب خواهند شد. از آن تاریخ تا کنون دموکراسی‌های بزرگ حق رأی و انتخاب برای زن و مرد اعطا کرده اند. ولی حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، به طوری که روزولت گفت، هنوز 1/3 جمعیت فاقد غذا و مسکن و پوشاک مناسب هستند. حق رأی عمومی نه تنها نویسندگان قانون انتخابات آمریکا، بلکه تمام کسانی را که عقیده داشتند این حق مردم را به افرادی مسئول، فعال و مستبد مبدل خواهد کرد، ناامید کرد. و روشن شد که مشکل دموکراسی امروز در محدودیت حق رأی نیست، بلکه در چگونگی کاربرد حق رأی عمومی است. مردم چگونه می توانند اراده را از خود بدانند؟ اگر اراده و میلی از خود ندارند، اگر آدمک مصنوعی و عروسک کوکی بیگانه شده‌ای بیش نیستند، از سلیقه و عقاید و خواسته هایشان با ماشین رهبری می شود.
با این شرایط حق رأی عمومی به صورت بت بیجانی در می آید. اگر دولتی بتواند ثابت کند که هر فرد حق رأی دادن دارد و آرا با صداقت و درستی شمرده می شود، آن وقت می تواند ادعا کند که دموکراسی حکم فرماست. اگر هر کس رأی دهد ولی آرا به درستی و درستکاری شمرده نشود و یا رأی دهنده از دادن رأی مخالف به حزب حاکم پروا داشته باشد، کشور دموکراسی نیست. گرچه بین انتخابات آزاد و رهبری شده فرق مهمی وجود دارد. با وجود این حتی انتخابات آزاد هم گویای اراده ملت نیست. اگر یک خمیردندان خوب تبلیغ شده بین اکثریت مردم رواج پیدا کرد، کسی نخواهد گفت که مردم در مورد مصرف آن تصمیم گرفتند. آنچه میتوان گفت این است که تبلیغات میلیون‌ها نفر را وادار به قبول ادعای خود کرده است. در یک جامعه از خود بیگانه روش اظهار عقیده و اراده نیز بی‌شباهت به خرید کالا نیست. مردم گوش به طبل تبلیغات می‌دهند، ولی حقیقت با آنچه که از طبل به گوش می‌رسد منافات دارد. در سالهای اخیر شاهد بودیم که چگونه دستگاه‌های روابط عمومی تبلیغات سیاسی را اداره می‌کنند. این دستگاه‌ها که عادت کردند مردم را به خرید وادارند، افکار سیاسی را هم با همان دید می‌نگرند. از تلویزیون برای تبلیغ شخصیت‌ها استفاده می‌کنند. گویی می‌خواهند صابونی را به مردم بشناسانند. چه در فروش و چه در رأی دادن، نتیجه منظور نظر است، نه منطقی یا قابل استفاده بودن شخص یا شیء ارائه شده. این پدیده در بیانیه‌ای که اخیراً حزب جمهوری‌خواه منتشر کرده به خوبی دیده شده است. بیانیه حاکی از این بود که چون نمیتوان امیدوار بود که اکثریت به سود جمهوری‌خواهان رأی دهند، لذا باید کسی را پیدا کرد که نمایانگر و نماینده حزب باشد. چون این شخصی میتواند رأی به دست آورد. در عمل این کار با نقش عکس یک ورزشکار یا هنرپیشه سینما روی بسته سیگار فرقی ندارد. عملاً به کار انداختن ماشین سیاسی در یک کشور دموکراسی تفاوت چندانی با روش متداول در بازار کالا ندارد. احزاب سیاسی فرق فاحشی با شرکت‌های بزرگ ندارند و سیاستمداران حرفه‌ای کوشش می‌کنند تا کالای خود را به مردم بفروشند. روش آنان درست شبیه آگهی‌های تبلیغاتی است. شومپیتر، ناظر و پژوهشگر وقایع سیاسی و اقتصادی، این وضع را به خوبی توصیف کرده است. او از مفهوم کلاسیک دموکراسی قرن 18 آغاز کرده و میگوید دموکراسی روشی است برای وادار کردن مردم به شرکت در اخذ تصمیمات سیاسی که به صلاح عموم می باشد، از طریق انتخاب نمایندگان و تجمع آنان برای گرفتن چنین تصمیمات. نتیجه تجزیه تحلیلی که وی از طرز تلقی مردم امروز درباره رفاه عمومی گرفته، فرق چندانی با آنچه که در بالا گفته شد ندارد. شومپیتر چنین ادامه می‌دهد: اگر از علایق خصوصی خانوادگی و شغلی فراتر رفته و وارد قلمروی امور ملی و بین المللی شویم که فاقد بستگی و پیوند مستقیم و غیر قابل اشتباه با امور شخصی و خواست فردی است، خواهیم دید که حقیقت در جهت خواسته های کلاسیک اعمال نمی شود. آنچه مرا به شگفتی وامی دارد و به نظر می رسد که هسته مرکزی تمام ناراحتی است، از دست رفتن کامل حقیقت است. کاهش حس حقیقت بینی نه تنها سبب کاهش مسئولیت، بلکه موجب فقدان خواسته های مفید شده است. هر کس آرزوها، گفته‌ها، خیالهای خام، ناخرسندی‌ها و به خصوص خوشایندی‌ها و ناخوشایندی‌های مختص به خود را دارد. اینها را در مجموع نمیتوان اراده و خواست دانست که مفهوم دیگر آن اعمال عمدی و مسئول است. در حقیقت کنکاش شخص درباره امور ملی میدانی برای اجرای اراده او نمیدهد. او عضو یک کمیته تأثیر ناپذیر است، کمیته تمام ملت، و به همین دلیل کوششی را که در راه کسب مهارت در ورزش و یا بازی معمول می دارد در تسلط به مسائل سیاسی به کار نمی برد.
کاهش حس مسئولیت و فقدان خواسته های مفید به نوبه خود گویای بیخبری و نداشتن حس قضاوت نسبت به امور داخلی و سیاست خارجی است. این نقیصه در اشخاص تحصیل کرده و موفق در کارهای غیر سیاسی بیشتر از مردمان عامی و طبقه متوسط تکان دهنده است. اخبار و اطلاعات زیاد و به سهولت در دسترس است، ولی تأثیری در آنچه که گفته شد ندارد و نباید موجب تعجب باشد. کافی است برداشت یک وکیل دعاوی را از لایحه دفاعی خود با طرز تلقی وی از مقالات سیاسی روزنامه‌ها مقایسه کنیم تا چگونگی روشن شود. در مورد اول، این وکیل مطالب مندرج در لایحه خود را به سالها تجربه‌ای که انگیزه آن عشق به کار و حرفش بود مستند می‌کند و به منظور دفاع از آن منتهای مهارت خود را به کار می‌برد. ولی در مورد دوم، زحمتی برای جذب اطلاعات مندرج در روزنامه به خود نداده و از انتقاد از آن که به اقتضای حرفه خود میتواند به خوبی از عهده برآید گریزان است و حوصله بحث طولانی و پیچیده را ندارد. این مثال نشان می‌دهد که بدون ذوق و ابتکار که ناشی از مسئولیت مستقیم است، بیخبری ادامه خواهد یافت ولو اطلاعات بسیار کامل و جامع و درست باشد. همچنین سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و بحث‌های گروهی که منظور از آنها ارائه اطلاعات و یاد دادن طرز استفاده از آن است، اثر چندانی نخواهد داشت. گرچه نتیجه صفر نیست ولی ناچیز است. مردم را نمیتوان به زور از نردبان بالا برد. بنابراین یک شهروند نمونه به محض اینکه وارد صحنه سیاست شد، از لحاظ فکری و روحی سقوط می‌کند. بحث‌ها و تجزیه تحلیل‌های او بچگانه و در محدوده منافع شخصی است. دوباره یک مبتدی می‌شود. شومپیتر همچنین به تشابه بین ایجاد اراده عمومی در زمینه سیاسی و تبلیغات تجاری اشاره می‌کند و می‌گوید روش ایجاد اراده عمومی کاملاً شبیه آگهی بازرگانی است. طرز تماس با افکار مردم، فن ایجاد رابطه مطلوب یا نامطلوب که بیشتر مؤثر و کمتر منطقی میباشند، حیله‌گری‌ها و احتیاطکاری‌ها در هر دو یکی است. ولی آخر باید دانست که این فنون در امور عمومی بیشتر از زندگی خصوصی و حرفه‌ای میدان عمل دارند. تصویر زیباترین دختر بر روی بسته سیگار نامرغوب نمیتواند فروش آن را برای همیشه پر رونق نگه دارد. ولی در امور سیاسی این مثل صادق نیست. تصمیمات سیاسی بسیار مهمی هستند که برای مردم امکان آزمایش آنها در ساعت فراغت و با هزینه قابل تحمل مقدور نمی باشد. حتی اگر چنین امکانی هم وجود داشته باشد، مانند مورد سیگار نمیتوان قضاوت‌ها را مسلم دانست، زیرا تفسیر و تعبیر اثرات حاصله آسان نیست. شومپیتر بر مبنای تجزیه تحلیل خود به تعریفی از دموکراسی میرسد که گرچه پر آب و تاب نیست، ولی جنبه رئالیستی دارد. روش دموکراتیک تدابیری است برای دستیابی به تصمیمات سیاسی که در آن فرد از طریق مبارزه برای کسب رأی مردم قدرت تصمیم گیری به دست می آورد. مقایسه بین روش ایجاد عقیده در سیاست با بازار کالا را می توان با موضوع دیگری که چندان با شکل دادن عقاید سر و کار ندارد بلکه مربوط به توصیف آن می باشد کامل کرد. منظورم نقش سهامدار در یک شرکت بزرگ آمریکایی و نفوذ اراده او در دستگاه مدیریت است. به طوری که قبلا گفته شد، امروزه مالکیت شرکت‌های بزرگ در دست صدها هزار نفر است که هر کدام مقدار ناچیزی از جمع سهام را دارا هستند. از نظر قانونی سهامداران مالکند و بنابراین حق تعیین روش و سیاست شرکت و انتصاب دستگاه مدیریت آن را دارند. ولی عملاً مسئولیت چندانی در برابر مالکیت خود احساس نمی کنند و به آنچه دستگاه مدیریت می کند تسلیم بوده و به درآمد منظم خود قانع‌اند. اکثریت سهامداران زحمت شرکت در جلسات را به خود نداده و به اعزام وکیل اکتفا می کنند. به طوری که در صفحات پیش خاطر نشان کردم
فقط 6% شرکت‌های بزرگ به وسیله اکثریت صاحبان کنترل می‌شد. چگونگی کنترل در دموکراسی امروز تفاوت چندانی با کنترل شرکت‌های بزرگ ندارد. گرچه متجاوز از 50% رای دهندگان شخصاً رای خود را به صندوق‌ها می‌اندازند و بین دو حزب رقیب یکی را انتخاب می‌کنند. ولی پس از آنکه یکی از احزاب حکومت را در دست گرفت، رابطه با رای دهنده سست می‌شود. تصمیمات حقیقی نه از طرف نمایندگان بلکه به وسیله حزب گرفته می‌شود. چنانچه تصمیمات به وسیله شخصیت‌های بانفوذ اتخاذ شود، باز مردم آگاهی چندانی از آن حاصل نمی‌کنند. واقعیت این است که اگر هم فرد شهروند معتقد باشد که خود تصمیمات کشورش را رهبری می‌کند، باز هم فعالیت او در این زمینه فقط کمی بیشتر از شرکت سهامدار در کنترل شرکتش خواهد بود. بین رأی دادن و تصمیمات خطیر سیاسی رابطه مرموزی وجود دارد. نمیتوان گفت که تصمیم نهایی محصول اراده رأی دهنده است. او رأی می‌دهد و به غلط تصور می‌کند که خالق مصوبات است و آنها را طوری می‌پذیرد که گویی ناشی از اراده و خواسته خودش است. ولی در حقیقت تصمیمات به وسیله نیروهایی گرفته می‌شود که خارج از کنترل وی هستند. پس جای شگفتی نیست که این وضع در شهروند حس عدم توانایی در امور سیاسی ایجاد می‌کند، حتی اگر این حس ناخودآگاه باشد و هوش سیاسی وی به طور مداوم در حال کاهش است. گرچه شخص باید قبل از اقدام به کاری فکر کند، ولی این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که اگر امکان عمل نباشد، فکر هم سست و ناتوان می گردد. به عبارت دیگر، اگر شخص نتواند کار مفیدی بکند، فکر باروری هم نخواهد داشت. بیگانگی و سلامت روان. اثر بیگانگی بر سلامت روان چیست؟ پاسخ موکول به منظور ما از سلامت است. اگر منظور این است که شخص می‌تواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد، به تولید ادامه دهد و زاد و ولد کند، در این صورت انسان از خود بیگانه فرد سالمی است. ما نیرومندترین ماشین تولید را که هرگز وجود نداشت ساخته ایم. از طرفی ویرانگرترین ماشین ها هم مخلوق ما هستند که در دسترس هر شخص دیوانه‌ای قرار دارند. اگر به تعریف سلامت روان از دید روانشناسی امروز توجه کنیم، می توانیم ادعا کنیم که سالمیم. روشن است که مفهوم سلامت و بیماری ساخته و پرداخته اشخاصی است که فرمول و معیار آن را وضع کردند که متأثر از فرهنگ آنان است. روانشناسان از خود بیگانه، شخص از خود بیگانه را سالم می دانند. یعنی شخصی را که اومانیسم هنجاری او را بیمار می داند. آنچه ولز درباره روانشناسان و جراحان به طرز زیبایی در کتاب شهر کوران آورده، درباره عده زیادی از روانشناسان فرهنگ ما هم صادق است. مرد جوانی بین قبیله‌ای که تمام مردم آن کور مادرزاد بودند، مسکن گزیده بود. روزی به وسیله پزشکان قبیله مورد معاینه قرار گرفت. یکی از معمرین قوم خود را صاحب فکر و اندیشه می دانست. او که پزشک بزرگی بود و ذهن فلسفی و خلاقی داشت، تصمیم گرفت با توسل به استعدادهای مخصوص به خود نونز را درمان کند. روزی که یعقوب هم حضور داشت، موضوع نونز را مطرح کرد. گفت: من بوگوتا را معاینه کردم. وضعش برایم روشن است. تصور می‌کنم احتمالاً معالج پذیر باشد. یعقوب پیر پاسخ داد: این همان است که من همواره آرزویش را دارم. دکتر کور گفت: مغز او صدمه دیده است. یعقوب پرسید: چه صدمه ای؟ دکتر پاسخ داد: آن دو شیء عجیب که چشم نامیده میشوند و به چهره زیبایی میدهند بیمارند. آنها به شدت باد کردند.
موجه دارند و پلکشان حرکت می کنند، لذا مغز او در معرض تحریک و پریشانی است. یعقوب پرسید: خب؟ پزشک پاسخ داد: به نظر من تنها راه علاج او یک جراحی ساده و درآوردن این دو عضو است که سبب هیجان و پریشانی بیمار می شوند. پس از آن وی فرد سالمی خواهد شد. یعقوب گفت: باید سپاسگزار دانش بود. سپس با شتاب نزد نونز رفت تا این مژده امیدبخش را به او بدهد. روانشناسی امروز در تعریف از سلامت روح بر خصوصیاتی تکیه می کند که جزئی از منش اجتماعی بیگانه زمان ماست. همرنگی، تعاون، تجاوزکاری، مماشات، جاه طلبی و غیره. در گذشته تعریف استرکر را از بلوغ به منظور بیان صفات یک مدیر ارشد با عبارات روانشناسی ذکر کردم، ولی به طوری که در صفحات قبل متذکر شدم یکی از روانکاوان بسیار به نام زمان ما، سولیوان، در برداشت‌های نظری خود از بیگانگی نافذ متأثر شده است. به علت کارهای عمده‌ای که وی در روانکاوی انجام داده، باید کمی در این باره بحث کرد. سولیوان خاطر نشان می کند که شخص از خود بیگانه طبعاً خود خیش را از دست داده و فقط به خواست دیگران پاسخ می دهد. همان گونه که فروید رقابت در آغاز قرن حاضر را یک پدیده طبیعی می دانست. سولیوان معتقد بود که یک خود فردی بی همتا وجود دارد. همچنین در تعریف سولیوان از نیازهای اساسی انسان، نفوذ طرز تفکر بیگانه شده نیز توصیف شده است. نظر وی این است: این نیازها برای ایمنی شخص است، یعنی نیاز به آزادی از نگرانی، نیاز به صمیمیت، یعنی دست کم همکاری با دیگری و نیاز به ارضاء تمایلات شهوانی که مربوط به روابط جنسی می شود. 3 معیاری که سولیوان برای سلامت روان قائل شده به طور کلی مورد قبول است. در نگاه اول کسی به این نظریه که عشق، ایمنی و ارضاء تمایلات جنسی هدف عادی سلامت روانی است معترض نخواهد بود. ولی یک تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که معنای این 3 در یک جهان از خود بیگانه و آنچه در دیگر فرهنگ‌ها متداول است تفاوت دارد.